نامش پدر است یا شاید برادری، همسری، مادری. صبح که می شود او پیش از آفتاب بیدار است. تنها امیدش این است که سفره خانه‌اش خالی از نان نباشد. می رود در خیابان‌های شلوغ، در بازارهای پرهیاهو، در گرما و سرما، با دستانی که روزهاست استراحت نکرده‌اند، با پایی که از خستگی توان ایستادن ندارند، ولی باز هم می رود. هیچ کس نمی بیند لحظه‌ای که دلش می لرزد وقتی قیمتها را نگاه می کند، وقتی دستش به خرید چیزی نمی رسد، وقتی حساب می کند که چطور با این درآمد اندک چرخ زندگی را بچرخاند. اما او چیزی نمی گوید، نفسش را در سینه حبس می کند، لبخند می زند و با دستی پر هر چقدر که توانسته به خانه باز می گردد. و تو ای اهل خانه بدان نان تنها یک تکه خوراک نیست، تکه‌ای از جان اوست، تلاشش، غیرتش، همه هستیش است. وقتی می نشینید کنار سفره، وقتی نان را تکه می کنید، لحظه به او نگاه کنید، به چشمهایش، به دستانش و فقط بگویید خسته نباشید، قدردانت هست. همین جمله برای او تمام دنیا را معنا، همین جمله برای او تمام دنیا را معنا.